آلیس مثلا خدای بازی ترسناک و دارین آقا. عشق منی آقا، اینقدر دیگه شرمندم نکن. داشتم مثل چی هایپ هم برای گیم فرشاد. آقا دمت گرم، بریم برش. یا مگر مقدس سنس آورد بالا به زامبیا رو هم نکن. آقا الان من گریس دارم پلی میدم، لیون نیست که زامبیا دهن منو سرویس کنن. طبق معمول اینجا این انبار داریم تو بازی ریزنت ایویل، دنباری که البته هنونیم. خب اگزیت، برای اگزیت هم ما یا اول این هنوز شت، واقعا شت. ناموسن این چرا الان باید بیفته؟ با دنباریک این سیمچینا رو و سیمچین بود دنباریک بود دارش باز میکن. یا اول بس محیط رو نگاه کن. خب الان ما تو قسمت راهرویم که بریم اتاق 204، اتاق بدبختی مونه. اتاق 204 204. رادیو داره کار میکنه، رادیو خاموش شد. همینجوریش اینجا ترس نگرد. تاریخ برای کیم 2019 یا 18 زده، وایسته ببینم. 2018 19 اکتبر 2018 برگام. او برگام این آلیسه و گریس، کلی ازش عکس و مدارک و اینا هست. خب با جزئیات بگردیم ببینیم چیه. اتاق 26 نه اتاق 26 دوست داریم یا بعد استریم بدش. ترسیدم آجی من تو جادم نبودم این وقت، شرمنده نت خرابه. آقا فدای سر رئیسم، همین که هستی خودش کلیه. عکس مادرشو بخش علی اینجا آوارات حواست داشت. ببین 8 سال قبل نوشت. Hi, Mom. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep. به به I'm almost done, just a sec. آلیسا گریس. What am I gonna do with you? What you always do? Nag at me until I go to bed? وای وای. Oh, it's really coming down hard. Mom, phone. بابا تلفن خودت جواب بده It's دیگه. right beside you. تلفن بغلت، خودت جواب بده دیگه. حالا مادر بابا ما بودن. Hello? Miss Ashcroft? Yes. سلام اشکرافت. او قطع کرد. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. یه نفر گفت میس اشکرافت. What the? واو. They're coming. داره میاد. Grace, we need to go. Go where? Mom, گریس what's آماده شو باید going بریم. on? مامان چی شده باید Hurry. کجا بریم؟ هری زود باش. اینجا هم Who's coming? کی What's داره wrong? میاد؟ We need to keep our voices down. This is ساکت شو ridiculous. همراه Come من on. بیا. اوکی. Tell me what's going on. Now is not the time. الان تایم نداریم، زود باش وقت رفتنه. اوه صحنه خیلی حساس شد بچه. برق اومد صلوات بفرست. اوکی. عجب خانم با کلام. اوه Stay close. اسپیس فرام هتل، از هتل بعد خارج. Grace, come on, keep moving. شیفت رو بگیر برو فقط. I'm coming. دویدنت انقدر فقط لام است. Grace, hurry. Keep moving. لام است. چه چراغ قوه‌ای داره خاموش میشه.
باش از استیم خریده بودم. یا Oh, who's that? نیاز نیست بخری داشت، استریم میکنیم I'm تا so شب sorry استریم about هست. the power outage. آه شرمنده. Oh, it's probably the بخش electrical فرق panel. هتل به مشکل It's خورده، 40 من میرم years که old, درستش so کنم. it doesn't take much to trip it. میگه It's هتل really no قدیمیه excuse, and میدونی. I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Yeah, don't worry. مدیر I should have it هتله. fixed soon. I just مدیریت need to هتل. find my- یا خدا اون میگه یا ای 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 اوه 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 شروع شد. What the hell, No, 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 Grace. No. نگریست زود باش فقط بریم سری. Grace, stay close to me. نزدیک من بمون، سعی کن نزدیک من بمونی. Oh, are you gonna tell me what's going on? چی شده الان؟ یا خدا Mom, what are you doing? چیکار میکنی مامان؟ Something important. پشت تابلو What did you گزارشاشو انداخت اونجا، یعنی الان Honestly, کامل maybe- منتشر شده. آره بازی کامل برای همه ریجن و همه پلتفرما منتشر شد. میتونید از الان پلی بدید. Grace, come on. مادر از زامبی ترسناک‌تره. دهنت سرویس. مادره به این خوشگلی خوبی. Come on, Grace. من فکر کردم گیم پلی با آلیسا باشه یه تایمی، ولی خب الان با آلیسا بازی نمی‌کنیم فعلا. Come on in here, Grace. I'm calling the police. No, don't go. Hello? Yes, I want to report a murder. No, murders. Grace. Yes. The Renwood Hotel. Yes. Hurry, please. The police are on their way. دیگه به پلیس زنگ زدم. Mom, I feel like I'm gonna throw up. گریس کلا آدم استرسیه. Grace, look at me. واو Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. استراب اجتماعی داره و اینجوریه. خوبه خدا رو. Breathe in. And out. Oh, Grace. I promise you. زنگ بزن I'll explain گلد this تیم all to بتونه you one of these days. ترکش کنه بتونیم پلی بدیم. داشت گلد تیم نمیتونه اینا رو گرگا. دینو با اون خفنی Grace, 50 نفر روش کار میکنن، 100 نفر، هزاران نفر تو دنیا are my hope. بتونن قفله رو بشکنن. شما آقا اشتراکی بخرید. کپشن نوشتم، سایت گذاشتم، از اونجا شما میتونی اشتراکی بخری با 160 یا 200 هزار تومان این حدوداً قیمت. شما گیم رو میخری اشتراکی و اورجینال رو خوب پلی میگیری. منم همین کار کردم، الان اشتراکی We گرفتم. don't have any of our stuff, We Mom. can come back for it later, Grace. I don't. وای 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 برگام این بهش تیر خورده بود، تیر زدش مادرش که این باعث شد اینجوری بیفته. بیچاره آلیس. حیف. حیف. بدبخت مادره. قلبم گرفت. این برای 8 سال پیش بود که این اتفاق افتاد. پرسن دی امروز گریس یاد خاطراتش افتاد و مادرش. آخه همش تقصیر منه. تقصیر تو نیست گریس، دیگه تو برگزیده کارش نمیشه. گریس رو خیلی خوب طراحی کردم، خدای من راضیم.
Hello. Who is this? بازم زنگ خورد، همون زنگی که باعث شد بفهمه گریس اینجاست و خفتش کنه. Something important. I'll explain later. Where did you find them? یه سری گزارش و مادرش گذاشت پشت تابلو. الان باید بریم دنبال اونا. بله. باید بریم گزارش هایی که مادرش گذاشت پشت تابلو رو پیدا کنیم. اونم 8 سال پیش. آقا منو به رفیقاتونم معرفی کنید بیان استریم رو ببینن. اولین نفر دارم استریم میکنم، خدا وکیلی. آلیسا شخصیت بازی توی ریزنت اویل اوتبریک 1 و 2 بود. اسلحه برداشتیم، برگام. گریس اسلحه داره و دقت کنید دستش میلرزه، استرس داره. دقیقا همون توضیحاتی که قبلا داده بودن هست. اوه یکی اون پشت دره ما. کدوم تابلو حالا میبینیم دیگه، تو قسمت لابی بود. این اگزیت که بسته از کارش نمیشه. اوه شیشه شکسته، احتمالا شیشه رو شکونده اومده داخل هتل و رکتیر دادم رو. اینجا که این دره قفله، این هیچ. خیلی خوب. داداش تا الان بیشتر از 2000 نفر دیدن استریم. آقا میدونم، دمت گرم. کدوم تابلو؟ تابلو باید همین طبقه پایین باشه فکر کنم. میریم دنبالش ببینیم چی هست. صحنه بازی رو تقریبا ترسناک درست کردن. خوبه اینو اول شخص بازی کنی، واقعا It ترسناک. wasn't this way. نه تنظیمات نرفتم. تابلو باید همین جا باشه. بذار قشنگ بگردیم ببینیم چیزی پیدا میکنیم. اینها، این همون تابلوه بود دیگه. نه این نبود. شماره 7 یه زامبی اینجا بود توی گزارش ها، ولی الان نیست. زامبی احتمالاً در اومده. رد پا، تازگی یه رد پا ایجاد شده. یعنی مثلا افله باید بریم داخل خود هتل. داشت پابلو دیگه اینجا نیست. اوکی. مپا ببین، ما الان از تو باید بریم تو قسمت همون لابی. اینجا آیتمی چیزی هم نیستش بعده.
بذارید خوب ببینم چیز خاصی نیست. بریم همون لابی، داخل لابی هتل. این برشور هتل اینا که دیده بودیم. تابلو اینا اینجاست. خب الان ما باید این گزارشه رو باز کنیم ببینیم چیه. تو آتیش سوزی سالم مونده برگام تو این هرج و مرج آتیش سوزی. آخرین گزارش هم دقیقا همون روزه، دقت کرده باشید. 17 اکتبر 2018 برای 8 سال پیش بوده. یعنی الان اینجا رو به اضافه 8 کنیم بازی تو سال 2026 اتفاق افتاده. میگه works count when it needing to move. اکتبر 2018 finish some to reach established the cave in nothing hit men. I discarding just reading. The holding again follow me. در مورد یه جور آزمایشی داره میگه که گریس، میگه بعد از گریس خیلی مراقبت کنم. گریس یادتونه میگفتن برگزیده است، تو تریلر میگفت گریس بعد تو برگزیده ای سنمونه. خب یه سی دی هم که معمولا داره، اطلاعات روی این دیسک است. اوکی عجب سی دی باحالی. اوه Sorry, officer. آفیسر اینجاست. What's wrong? Something stung me. Are you okay? از من فاصله بگیر. چی شده بعد؟ What do I do? اوه تبدیل شد. برگام دندوناش ریخت. این همون ویروس جدید است که اوه تو این بازی داره. Come What are you doing? Stop shooting! اولش گفت برو سمت چپ و راست. این همون امرجنسی اگزیته، طبقه بالا. بعد Get away! Get away from me! وای Oh shit! دهن سرویس اصلا دور شو ببینم. دست تو چشش. همونو فرو کن توش. باز گرفتن. برگام زود باش باید فرار کنیم. خیلی قشنگ فرار کرد. عالی. خیلی بازی و قشنگ طراحی کردن. فوق‌العاده است. دستشو گاز گرفت و این فکر نکنم گریس تبدیل بشه چون برگزیده است. اون خونش باعث میشه که آلوده نشه. هم خفن هم ترسناک. آره واقعا ریزه ریکویمه. شاهکاره، واقعا شاهکار ساخت.
What the hell؟ چه جهنمی پیش اومده اینجا. Is anyone there? کسی اون بالاست؟ نه ایزم برو کاری ندارم نگران نباش. آجی قیافم الان شبیه شریک شد. دارو بخور خوب استراحت کن که زود خوب شی. سعی کن مایات تا میتونی بخوری که از بدن دفع بشه. واقعا شاهکار ساختم بازیو خیلی. من که حال کردم. واقعا شاه وای. Hello? It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? تو کی هست؟ I'm the one who planted that body. I'm the one that brought you here. میگه بدن تو برگزیده است. I این know جمله now رو that میگه you're the one that I've been searching for. The و special میگه one. من میدونم Chosen دنبال one. چی. دنبال یه چیز Miss خاص. Ashcroft. خانم اشکرافت. بیا فرار نکن. درد نداره بیا. اوه خفش کرد. حاجی خیلی قدرتمنده. ویروس تو بدنشه. خیلی قدرتمنده این دکتره. اسمش الان یادم رفت. We have so much to do. دندوناش هم طلاییه برگام. دکتره آره احتمال زیاد باس آخره ولی حالا فعلا معلوم نیست. بذار پلی ببینیم. قطعا باس آخر باید باشه. Talk to me. Is this one like the others? Well, same black blotches. لیون اومد آقا. لیون اومد. بریم No. No, this is different. خب من Six ایدا now. رو یام یام کنم. 6 survivors of Raccoon City all dead from the same thing. Yeah, that's not good. No. No, it's not. لیون اومد. But I و have سوار something for پورشش you. شد درگاه. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon, ویکتور گیدین. آره ویکتور. Who is he? a former T-virus researcher. دکتر ویکتوره. میگه که این کسی که در I مورد just got a ویروس report of a تی missing تحقیق police کرده و officer. اوکی. It might be unrelated, but he برای یه disappeared near where the لحظه fifth body was found. نت من You باید there, برید. Leon? Yeah. بذار نت خاموش روشن کنم. You okay? شاید نت من ریده وایس. اپ کنید ببینم. گور شو Send me the نگاه. address. Check it out. گور شو. واه. الهی آج. اولین باری بود که لیون با آرامش رانندگی کرد. بقیه موقع این بود که زامبیا میمدن حمله میکردن. زیاد نت من بود. دشمن چمن. آقا دمتون گرم دارید استریمو نگاه میکنید. توی آپارات، یوتیوب، تلگرام اینا فالو کنید که از اخبار استریم و اینا مطلع باشید. ویدیوشو You میذارم. almost there? ویدیوش هم دارم رکورد میکنم. Stuck in traffic. لعنت به ترافیک. اوه اوه. Got to be shitting me. الان باید بریم دنبال دکتر ویکتور.
گوردن. بابا کویک انجل آقا قرمونت بشم لطف داری دست در نکنه. Is she okay? Oh, she's fine. I'm just taking her home. دختر خوبه نه دختر اوکی. اوه به به لیون مورد عمل شد. برگام بهشون یه چیزی تزریق کرد که باعث شد اینا زامبی شن. I'm going after Victor. میگه من میرم دنبال ویکتور. به به Need help? Never. صبر کنید من سرعت ایم اینم بعد ببنم بالا. تو قسمت کامرا میریم فرست پرسن لیون اینا رو میبنم بالا. خیلی پایینه. بزن بریم بچه ها دیگه وقت ترکوندن با لیونه. به Hey, what the hell, lady? Help me! You okay? اوه هلپ می. زامبی شد بعد. یه چیزی تزریق کرد که تو یه لحظه ویروس. چقدر قشنگ طراحی کردن برگام. بمیر دیگه. قطع کردن و به نازن. اینم الان ویروسی میشه که بس سری ببین. Get Brentwood locked down. اوه چه بد گرفت. بمیر دیگه لام است. خب خبر هم داریم. خبر رو خب با چی استفاده کنیم. اینا که دارن فرار میکنن. آی حاجی گرافیک برگام حاجی فوق‌العاده ساختن باید. خبرم داره با اسپیس. با خبرم میشه زد برگام. انیمیشن های خفنی داشت. زامبیا رو بکشی بهمون چیز میدن. یکیش سریع بریم فقط این. اوه حاجی چقدر خشیا. Let's make this quick. دیگه از خبرم میتونی استفاده کنی خوبه. ما فقط باید رکتیم بنویم دیگه نمیتونیم. Can't let him get away. یا خدا این همه زامبیو که نمیشه با اینو. حاجی واقعا خیلی گرافیک قشنگه. لیان واو. Oh, I lost him. اینم شریه داره میگه دیگه. شری پشت خط. Not necessarily. شری شده Victor پشتیبانی purchased the لیان. building after Umbrella went under. The Rhodes Hill Chronic Care Center. I'll send you the address. وای دست لیان حاجی. لیان آلوده We're شده. running out of time. میگه تایم نداریم. بس سریع‌تر بریم. دمتون گرم بچه ها بابت حمایت و اینا. ادامه گیم رو داریم میریم. یه نه اچیومنت هم داد بهمون. آنلاین هم میگه نه دیسکانکت. خب واقعا فوق العاده ساختم بازیو. آقا 20 نفر لایو دمتون گرم میبوسمتون. تا تهش میخوایم پلی بدیم تا تهش رفتیم این بازی رو دیگه. نیان خوشگله. عاشقش شدم همین.
لستافاس یا ریزنت اویل داداش 100% ریزنت اویل 100% ریزنت اویل تقریبا 25 نسخه ریزنت اویل داره همه رو پلی دادم اینم که اضافه شد بهش دیگه تقریبا 25 نسخه ریزنت اویل داره دلستافاس کلا 2 نسخه داره 1 و 2 بعد جریانش خیلی کوتاه ریزنت اویل خیلی داستانه پیچیده تری داره وای خونه گریسه الان به هوش اومده گریس خونشو داره میگیره این خونشو میخواد برای اینکه خب بتونه با این خونش آنتی ویروس درست کنه یا آه این همه خون حاجی حیف وای خیلی بد خفن درست کردن هم دردناک اوه به مولا داستانه ریزنت اویل که شاهکار گیم پلی رو نگاه کن گرافیکو تمام خب داره خودش رو تکون میده که خودش رو نجات بده ویکتور اینو گرفته بود از تو هتل ما رو آوردن الان تو بیمارستانیم بیمارستان ویکتور هم هست علائم کمخونی و این اضطراب و استرس رو خیلی خوب طراحی کردن تو این بازی بیگیم برارتن اینجا داره می نویسه قشنگ گزارش رو نوشته ساعت 22:18 شروع کردیم که ازش خون بگیریم فعلا علائم خاصی نداشت اوکی دستگاه پزشکی نوار قلب و فلان برگام چراغا خاموش روشن میشه مرسی بابت دنبال کردن و دمتون گرم بابت فالو چراغ قوه نداریم عزیزان به فنا رفتیم اینجا چراغ قوه نداریم فعلا چراغ قوه‌مون یام شد ریپر روم چقدر یهو دنبال کننده اضافه شد سلام عزیزم خوش اومدی به استریم امیدوارم که لذت ببری اوه یه بطری اومد سمتون بطری خالی رو میشه پرت کرد برگام بله خب اینجا نور زیادی نداریم همینجوری میریم جلو تا دکمه رو روشن کنیم میگه خیلی تاریکه نمیشه کاریش خب بعد بریم چراغ قوه پیدا کنیم دیگه تاریکی نمیتونه کاری کنه اوه نه مجسم است چیز خاصی نیست چراغا رو باید روشن کنیم تو تاریکی نمیتونه حرکت کنه و تو تاریکی هم خطرناکی موندن خب اینجا هم چراغش روشن نمیشه بریم ادامه راهمون این ورم که قفله اوکی اینجا هم که قفله باید بریم اون ور الان تازه از خواب بیدار شدم ملت چقدر منتظر ریزنت اویل 9 موندیم به خدا آره به مولا لذت ببرید من واقعا شاهکار این بازی خیلی خوشم اومد فیوز یه فیوز هم باید بگیریم بزنیم اینجا که دره باز شه اوکی
get the fuse. یه فیوز رو پیدا کن. خب کلید اون دره رو پیدا کنیم، بریم سراغ اون دره. راه دیدیمش. کیفیت استریم و اینا همه چی اوکی عزیزانه که چنل اینستا اینا هم چنل تلگرام و اینستاگرام اینا هم فالو داشته باشید، اخبار رو میذارم اونجا. به به سیو دقیقا مثل همون نسخه. به به این هم سیوش این شکلیه، مثل دقیقا ریزنت ایویل 4، مثل نسخه های سری کلاسی ریزنت ایویل 1 2 3 با ماشین تایپ. خب اینجا که چیز خاصی نیست، باز کنیم اینجا رو. شیشه خالی پیدا کردیم. شیشه خالی یعنی به چه دردمون میخوره؟ فندک. به به این فندک منو یاد بازی تریمن سولز میندازه که نسخه 2ش هم همین امسال اتفاقا اومده. خیلی اونم ترسناک و قشنگه. از سریای کلاسیک ریزنت ایویل الهام گرفته و ساختن. میگه جیو بزنی لایت بالا میاد. خوبه. خب من این فیوزو باید وردارم. ایش گوشتی میخوام. اوکی بریم سر دنبال حالا یا یه صدایی میاد. خب من یه سیف کنم. صدا اومد. یه سال این دختره تو ریزنت ایویل ویلیج نیست. نه این دختر گریس اشورده که میشه دختر آلیسا اشکورد یا آشورد فرق نمیکنه. دختر آلیسا خلاصه که آلیسا تو سری اوتبریک 1 و 2 بود. تو ریزنت ایویل 8 ویلیج، ریزنت ایویل 8 اون دختری که میبینیم میاه که میشه اون دختر ایتن وینترز. کلا فرق میکنه ماجرا. نه تو کد ورنیکا هم نبود. تو سری کد ورنیکا نبود. تو سری اوتبریک 1 و 2 بود. کد ورنیکا کلر ردفیلد بودش عزیزم. خب ما میتونیم اینجا لایت روشن کنیم. اوه آره. ادامه بازی کلا ریزنت ایویل، سری ویلیج و کلا هر سری میتونه باشه. کلا سری ریزنت ایویل ولی